این نوشیدنی مغزتو میترکونه. 2 تا نوشیدنی عجیب غریب آوردم، بریم تستشون کنیم. به نظرتون چرا میگن اگه این نوشیدنی رو بخوری مغزت میترکه؟ پشمام حاجی، رنگشو نگاه کن، چه بوی عجیبی داره. چقدر ترشه این. یه طعمی مثل لیموناد تلخ شیرین میده. نوشابه گازدار با طعم مخلوط مرکبات. بریم بعدی رو تست کنیم. آقا بنازم، رنگاشون خیلی قشنگه جدی. یعنی من یه ذره اینجا میریزم تا این بالا میاد. یه طعم خیلی عجیب غریبی میده. تو فکر کن موهیتو رو با انگور تلخ شیرین با هم قاطی کرده باشی میشه این. من یکی با هیچ کدوم این 2 تا حال نکردم. برای نمره نهایی به یکی میدم 3 از 10 ولی به یکی میدم 4 از 10. هر کدوم این 2 تا دونه 74,000 تومان بود. پس بعد رفت تو پاچه. نه بچه‌ها لایک میکنن جبران میشه. حالا فهمیدی چرا میگن